دوستای قشنگم، توی این ویدیو من میخوام راز این رنگ خوش رنگ رو بهتون بگم. اول از این که سابسکرایب کنید که ویدیوهای بیشتر آموزشی رو ببینید و اینکه لایک و کامنت یادتون نره. تو به هم دادی آرامش و حالا که دل من باهات شکر موی ممکنه دنیا با تو انگارم چی آماده شد، نمیخواد که بگیری آمارشو. انجام بدید تست روی مو انجام بدن تو چفت تنم غیر بغلت که شبا خوابم نمیره. یکیو دارم که فقط مال منه، میخواد با من بمیره. با تو تنها نمیپرم با حتی یه آدم ناتو نیست. این یک دستی و خوش رنگی رو به دست بیارید، تست میکنید. اگر یک دست مو در حال روشن شدن بود میتونید دکلوره رو انجام بدید. دکلورتون حتما به پایه 8 و 9 باید برسه. اگر نرسه این رنگ خوش رنگ رو نخواهید داشت. و اینکه اگر به پایه 8 رسوندیدش حتما یادتون نره که اول رنگ مو رو یه رنگ بنفش بذارید، بنفش یاسی طوری رنگساز کنید توی داخل حالا یه جایی که سر و سری بتونید بشورید و بعدش دوباره مو رو رنگ بکنید که رنگ اصلیتون رو بذارید. رنگ اصلیتون هم رنگ نقره‌ای هستش که با صدفی قاطی کردم، یعنی پایش صدفی بوده و نقره‌ای و یک کمی هم بنفش یاسی. نمره نمیگم برای اینکه هر کمپانی فرق میکنه. بعدش میتونید به این نتیجه زیبا برسید. برای ویدیوهای آموزشی بیشتر سابسکرایب و کامنت و لایک یادتون نره. با تشکر، نسترن هستم.